امروز داستانش اینه که یعنی این آقای ابوریحان کلا داره سعی میکنه تصحیح کنه چیزا رو دیگه. گل قاییش اینه که همه چی رو تصحیح کنه. امروز داره در مورد یه سری چیزای دینی حرف میزنه با اسماعیلیه و زیدیه که اینا میگن نمیدونم چجوری باید ماه رمضان رو حساب کنیم. سوال اینه مناسبت هم داریم پس. آره اونا میگن حساب کتاب داره یا مثلا یه فرمول داره. ابوریحان میگه نه مثلا شخمی باید باشه حتما، چون ما طبق حدیث مثلا معتقدیم که ماه رمضان فقط با چشم باید. هم داستان است که یه سری آخوند ما داریم که با شاغول و استقلال چیز میکنه ستاد استحلال دارن. آره. برامون سواله که خب چرا اینا چیز نمیکنن، این همه وصل نجومی اومده دیگه. این ابوریحان هم معتقد نه اتفاقا طبق حدیث ما باید حتما از همون روش استفاده کنیم وگرنه اصولا روشمون غلطه. یعنی حساب کتاب هم سخته و نداره. یعنی حساب کتاب این که کی ماه دیده میشه وجود نداره دیگه. حساب کتاب که خودمون استیتیه داریم ولی اینکه چی قراره ببینه رو نمیتونی حساب کتاب کنی. درچه این داره اصرار میکنه بر حالا چیز دیگه، یه داره چی میگن یه ذره چیز دینیه، تعصب دینی ابوریحانه که میگه ما چون فلانجا حدیث داریم پس حتما نباید حساب کتاب کنیم. و یه جا یه سری حدیث نیمچه جعلی به نظرم میگه که مثلا پیامبر یه بار فلان جمله رو گفت همزمان دستش اینجوری تکون میخورد که اون تکون معنیش فلانه مثلا، که حالا کوتاه با توصیف صحنه. آره یعنی انقدر دیتا زیاده و دقیقه که حتی مثلا صحنه ها هم هست. یکی فیلم نامه داره می‌نویسه لایف از اتفاقی داره میفته. آره این وسط یه تیکه کوچیکی ببینیم. میتونم اولش میخوام یه صفحه برم عقب که دیگه موضوع رو یه جا چیزش کنم. بذار بیام اینجا همین یه صفحه عقب‌ترش میخونم که جذب بشم خونه، ولی خب دیگه یه سره میشه. خب دمت گرم قربان. ولی خواستی که من رفتی که شب بخیر بهت میگم از الان. باشه. خب در انتقاد از عقیده اسماعیلیه در ماه‌های قمری که به رؤیت هلال معتقد نیستند و با حساب سر و کار دارند. چندین سال است که فرقه جدید مانند اهل جاهلیت در اسلام پیدا شده که احادیث را تعویل می‌کنند و اشخاصی را که به ظاهر شرع عمل می‌کنند به یهود و نصارا تشبیه می‌نمایند و برای خود جداول و حساب‌هایی ساختند که شهور خود را از آن استخراج می‌کنند و ایام روزه را از روی آن می‌شناسند. با وجود اینکه مسلمان‌ها برای دانستن ماه رمضان ناچارند که هلال را رؤیت کنند و ببینند که چقدر ماه نور به خود گرفته و دیدن مسلمانان در رؤیت هلال هم شک می‌نمایند و به هم رجوع می‌کنند و با آنکه منتهای سعی خود را انجام می‌دهند باز هم در این معنی که هلال در کجای آسمان است و در کجا مغرب می‌کند برخی دیگر تقلید می‌کنند. پس میگه آقا اینا دیدن که آقا چه وضعشه، ما همه دارن هی با چش سعی می‌کنن در بیارنش، درش به حساب رو آوردن. سپس به اصحاب علم هیئت رجوع نموده زیج‌ها و کتب خود را به اصناف جداول و حساب‌ها برای شناسایی اوایل شهور تألیف کردند و پنداشتند که این زیج‌ها و حساب‌ها برای رؤیت هلال ساخته شده و برخی از این جداول را گرفتند به جعفر صادق نسبت دادند و خیال کردند که این جداول خود سری از اسرار نبوت است. حساب‌هایی را که علمای نجوم نمودند مبنی بر حرکت نیرین وسطاست که معدله باشد، نه بر حرکات مرئی ماه و آفتاب و اینطور معمول گشته که سالهای قمری 354 روز و 6 یک روز باشد، یعنی یک ششم روز، و 6 ماه از 12 ماه تمام باشد و 6 ماه دیگر ناقص، بدین ترتیب که ماهی یک در میان یکی کامل و دیگری ناقص، چنان که در زیج‌ها و در کتبی که منسوب به علل زیجه است مذکور است. یعنی آقا یه فرمولی داریم که ماها تکلیفشون معلومه، یه در میون 29 هست. این میگه اونا دارن استفاده میکنن. چون این فرقه جدید خواستند که اول ماه رمضان و یا اول روزی را که فطر باشد به دست آورند، به واسطه خطایی که مرتکب شدند در اغلب احوال یک روز پیش از وقت به دست می آمد. این بود که مجبور شدند گناهی عظیم مرتکب شوند و قسمتی از گفته پیغمبر را که می‌فرماید صوموا لرؤیته و افطروا لرؤیته، یعنی روزه بگیرید وقتی که ماهو دیدید، یعنی رؤیت کردید، و افطار کنید وقتی که رؤیت کردید، یعنی با چشم رؤیت کنید. حرف خلاصه حدیثی.
یعنی هر وقت ماه را دیدید روزه بگیرید و هر وقت هم هلال را دیدید روزه خود را بگشایید. و گفتند معنی این عبارت که میگوید با رؤیت هلال روزه بدارید این است که روزی را روزه بدارید که هلال در شامگاه آن روز دیده می شود، چنان که در زبان عرب میگویند تحیو الاستقباله، یعنی خود را مهیا سازید که به پیشواز کسی برویم و تهیه برای استقبال از خود استقبال زودتر انجام می‌یابد. که اگه این حرفو میزنید خب حرف زایدی دیگه، میگن شما باید اون روزی روزه بگیرید که شبش قرار ماهو ببینی، که خب البته با اصطلاح اسلامیش که نمیشه حد زد، ولی خب با اونا فرض که حساب میگه اون شب حتما ماه رو میبینید. این فرقه نیست چنین میگویند که هیچگاه ماه روزه از 30 روز کمتر نمیشود، ولی کن اصحاب هیئت و کسانی که این موضوع را مورد توجه قرار داده‌اند میدانند که رؤیت هلال همواره به یک طریق ممکن نیست. چه حرکات مرئی قمر خیلی مختلف است، گاهی این حرکات بطئی است و گاهی سریع. یک وقت ماه به زمین نزدیک است و یک وقت دور. هنگامی ماه در شمال و جنوب صعود می‌کند و هنگامی هبوط. و در هر نقطه از فلک البروج همین احوال که گفتیم برای ماه دست می‌دهد. و زیاده بر همه اینها علت دیگر اختلاف رؤیت آن است که قطعه‌های فلک البروج برخی زودتر غروب می‌کنند و برخی دیرتر، و رؤیت هلال بر حسب اختلاف عروض و هوای بلاد تغییر پیدا می‌کند و نسبت به بلادی که هوای آن به طبع همواره صاف است و یا همواره ناصاف به طور دائم و همیشگی این اختلاف خواهد بود. و نسبت به بلادی که هوای آن غبارآلوده است در اغلب اوقات این اختلاف روی می‌دهد. و نیز علاوه بر این که نسبت به امکنه اختلاف رؤیت هلال تحقق می‌یابد، نسبت به ازمنه نیز این اختلاف صحیح است، چنان که پاره از زمانها هلال باریکتر و در پاره دیگر ستبرتر است. و نیز تفاوت نیروهای باصره بینندگان بر حسب حدت و کلالی که می‌یابد در رؤیت هلال مدخلیت دارد. و تمام این حالات که تاکنون گفته شد در هر اول ماه رمضان و شوال با اشکالی نامحدود در احوال غیر محدود روی می‌دهد. بدین سبب است که گاه می‌شود ماه رمضان ناقص است و گاه تمام. حرف درسته، ولی خب اصلا داره یه چیز دیگر میگه دیگه. اونا دارن میگن ما اعتقاد به این نداریم، حساب کتاب می‌خوایم بکنیم، که حالا برای خودشون داستان خودشون دارن و جعلیات خودشون دارن. ابو ریحان اصرار داره که دیدن نمیشه از قبل پیش بینی کردن، که میگم اون اصلا معتقداتون نمی‌خوایم ببینیم. یعنی دو تا حرف مختلف دارن میزنن در واقع اینا. همچنین این حالات هر اندازه که عروض بلدان روی به کمی و یا زیادی بگذارد اطوار گوناگون می‌یابد و در نتیجه ماه در بلاد شمال تمام می‌شود و در بلاد جنوبی ناقص و بالعکس. و نیز این هم همواره برای یک نظم نیست، بلکه گاه می‌شود که برای یک ماه مخصوص چندین مرتبه متوالی یا غیر متوالی این حالت رخ می‌دهد. پس اگر عمل این فرقه جدید بر جداول و حسابها صحیح باشد و اینطور اتفاق افتد که با رؤیت هلال درست منطبق شود، یا آنکه یک روز از رؤیت هلال جلوتر بیفتد، محتاج خواهند شد که برای عرض بلادی به طور جداگانه یک جدول ترتیب دهند، یعنی برای هر عرض بلادی در واقع، که غلط املایی است. با آنکه اختلاف رؤیت فقط از جهت عروض نیست و اختلاف طول بلاد بیشتر در آن سهیم و شریک است، زیرا گاه اتفاق می‌افتد که در برخی از بلاد هلال دیده نمی‌شود و در بلدی دیگر که از آن به مغرب نزدیکتر است رؤیت هلال می‌گردد. این است که باید این طایفه برای هر جزئی از اجزاء طول بلاد نیز یک جدول خاصی ترتیب دهند. اما اینکه میگویند مقتضای خبر مأثور از پیامبر این است که صوم و فطر بر رؤیت هلال مقدم است، این سخن نیز ناپسندیده است. چه حرف لام همانطور که بر واقعه هایی که در آتیه روی خواهد داد در میآید بر امری که گذشته نیز وارد می شود، مانند اینکه میگویند کتب لکذا من الشهر، یعنی فلان روز از ماه برای تو نوشته شد. میگن جمله صومون لرؤیته، اون له به گذشته هم اشاره داره. پس نوشتن و کتابت که در این دو عبارت است بر ایام گذشته از ماه مقدم نمی‌گردد و مقتضای خبر نبوی این است که ما گفتیم، نه آنچه ایشان گفتند. رؤیت دیگری از رسول اکرم نقل شده، این همونه که گفتم پویا، نقل شده که گفتار ما را تایید می‌نماید و آن این است که فرمود نحن قوم امیون لا نکتب ولا نحسب الشهر هاکذا و هاکذا، یعنی ما قومی هستیم امی و درس نخوانده و ماه را چنین و چنان حساب نمی کنیم و جایی هم نمی نویسیم. و در هر یک از این سه اشاره
با انگشت خیش به عدد 10 اشاره فرمود، یعنی ماه را 30 روزه تمام نمی‌دانیم. و پس از اینکه این جمله را فرمود، باز از نو با انگشتان خیش اشارت کرد و گفت و ها کذا و ها کذا، اینطور و اینطور. در دفعه سوم که میگفت اینطور، یکی از انگشتان خیش را خوابانید، یعنی ماه را 29 روز هم نمی‌دانیم، که بسیار عجیب و غیر علمیه دیگه حرف. و خود حدیث هم عجیب، حالا بعد کسی شناس باشه بگه اصل یا جعلیه، ولی بیشتر بهش میخوره از جنس برساخته هایی باشه که یه حکومت میخواسته بگه اون راه نجومی یا حساب کتابی ما درسته، یه حدیثی برش ساخته. پس رسول گرامی در این دو روایت تصریح فرمود به طوری که بر هیچ کس پوشیده نمیماند که ماه گاهی تمام است و زمانی ناقص و ماه را فقط با رؤیت هلال باید دانست، نه حساب. و این جمله از این که فرموده ما حساب نمی کنیم و نمی نویسیم دانسته می شود. پس اگر این قوم بگویند منظور پیامبر این بوده که هر شهری که تمام است شهر دیگر که در دنبال آن باشد ناقص است. پس اگر این قوم بگویند منظور پیغمبر این بوده که هر شهری که تمام است شهر دیگری که در دنبال آن باشد ناقص است، چنانکه اشخاصی که تواریخ استخراج می‌کنند اینطور می‌گویند. این گفته را هم مشاهدات تکذیب می‌کند و پیر و جوان از این تدلیس آگاه می‌شود و تتمه خبر اول محال بودن این ادعای دروغ را خوب می‌فهماند. و تتمه خبر این است که هر وقت ماه را دیدید روزه بگیرید و هر وقت رؤیت هلال کردید روزه خود را بخورید و اگر ابر بود 30 روز تمام که از شعبان گذشت روزه بدارید. و در روایت دیگر گفته است اگر میان شما و رؤیت هلال ابری یا گرد و غباری حائل شد 30 روز تمام روزه بدارید. پس اگر مردم بدانند که هلال بنابر جداول و حسابداری ایشان و یا بنابر استخراج اصحاب زیج دیده می شود و صوم و فطر به رؤیت هلال مقدم می گردد، دیگر احتیاج و نیازی نیست که شعبان را اگر در افق ابری باشد 30 روز دانسته از رمضان شروع کنند. و همچنین رمضان را در این حالت به این کار نمی توان رسید جز با قضاء صوم یک روز و اگر ماه رمضان همواره تمام بود. بسیار بد خوندم. و همچنین رمضان را در این حالت و به این کار نمی توان رسید جز با قضاء صوم یک روز و اگر ماه رمضان همواره تمام بود در صورت که آغاز آن را می دانستیم از رؤیت شوال بی نیاز می شدیم و افطروا از رؤیته ببخشید باید اسکرول کنیم محمد. بله. پس دوباره ابراهیم اصرار داره که همین احادیث گویا اینه که داستان چیز نیست. پیامبرم کلا چند مثال دیگه هم داشتیم که تو خیلی علاقه، یعنی اصلا علاقه من نیست به حساب کتاب در امر تاریخ، چون هم این مورد داریم هم اون داستان نسل که گفت که کلا این چرخیدن سالهای قمری در واقع از اونجا شروع میشه، اون رو هم سنت نبوی میدونن. استدلال مجدد از کتب شیعه زیدیه بر این که فقط با رؤیت هلال باید اوایل ماه‌ها را تعیین کرد. این زیدیه هم جالب بود، امروز داشتن تا حالا نگاه نکردم چیه. جالب جدا از تاریخش و اینها، جالب که یک سلسله در یمن بوده تا همین سال 1960 به مدت تقریبا 1000 سال این سلسله در یمن بوده، سلسله زیدی بوده. من فکر کنم این رکورد تقریبا اینه، یه امپراتوری یا امپراتوری که نیست، یه پادشاهی که 1000 سال بمونه و تا نشده بودن. آری تعصب چشم‌های بینا رو بگو. اینا همونایی که دنبال خونخواهی امام حسین بودن دیگه، درسته؟ نوه سجاد اگه اشتباه نکنم یا نوه امام حسین شک دارم، ولی احتمالاً که همونان. و البته من تو ذهنم که خود آقای زید که این اسم زیدی ازش میاد سال 122 قیام میکنه، یعنی خیلی 60 سال بعد امام حسین، بعید میدونم این اون باشه، ولی اپروچشون همین اساس، یعنی دینشون بر همون مدل امام علی، یعنی میگن اون سبکی که درسته اونه، بجنگیم و کارزار کنیم. حوثی‌های امروز هم انگار در واقع همین رو می‌خواستم بپرسم. آره حوثی‌ها اصلا کلا تو 3-4 جا بود در طی تاریخ، طبرستان بود و یمن، یه جای دیگه که اون دو جای دیگه از بین رفت. در یمن از سال 900 میلادی تا 1900 میلادی یه دونه سلسله حاکم بوده و اینا یه هایی میشه سال 1962 که در واقع کوتاه نظامی میشه که اون آخرین پادشاهشون عربستان در واقع پشت ایناست. حالا جالبه که اینا
نزدیک به شیعن ولی در واقع یه وسطی هن. یعنی خیلی نه شیعن نه سنی هن. و عربستان پشت اینا بود، مصر پشت اون کودتا. و اینکه کودتا میشه یه 10 سال 8 سال جنگه و شکست میخورن، اون آخرین شاهشون میره عربستان و بعدم میره لندن فوت میکنه و دیگه بسته میشه برادرش. هم آره احتمالاً اون بک‌گراندشون و تشکیلشون حول همون حکومت قبلی است و طرفدار اون ذهنیت هم. احتمالاً هم خب مذهب پرقدرتیه تو یمن دیگه، با توجه به اینکه خب 1000 سال بوده همین اخیراً. آره خیلی عجیب بود. آره خیلی جالبی. سلطان تعصب می‌فرماید آری تعصب چشم‌های بینا را کور می‌کند و گوش‌های شنوا را کر می‌سازد و شخص را معتقد به اموری می‌نماید که خرد و دانش آن را گواهی ندهد. و اگر تعصب و هواداری بیهوده و غلط نبود هرگز بر خاطر این قوم چنین اغلاط خطور نمی‌کرد. این غلط‌های به خصوص با روایاتی که در کتب شیعه زیدیه است که اصحاب ایشان رضوان الله علیهم آن روایات را تصحیح کردند، مانند این روایت که مردم در عهد امیرالمؤمنین ماه رمضان را 28 روز روزه گرفتند و امیر علیه السلام ایشان را فرمود که یک روز دیگر هم روزه بدارند. بدین جهت این اتفاق افتاد که ماه رمضان و شعبان هر دو را ناقص دانسته بودند و مانعی روی داد که مردم نتوانستند هلال رمضان را رؤیت کنند. پس عده را تکمیل کردند و در آخر کار به ایشان آشکار شد که حقیقت امر خلاف این است. یعنی اول ماه رمضان در واقع ابری بوده 2-3 روز تا بفهمید شد تو چرا اسکرول میکنیم. ببخشید من واقعا چون از روی تبلت میخونه همزمان نمیتونم نوتمو اینجا دارم. خب اینه. باز مانند روایت دیگری که از صادق هم نقل کردند که پرسیدن اهله چیست؟ اگر درست میخونمش این اهله جمع هلاله. فرمود اهله شهور هستند و چون هلال را دیدی روزه بدار و چون بار دیگر هلال را رؤیت کردی روزه خود را بگشا. این اخباری که گفته شد در کتب شیعه فقط مخصور بر صوم است، ولی از سادات خود که خاندان رسولند بسیار در شگفت هستند که چطور بدین سخن گوش فرامی دارند و برای تألیف قلوب اشخاصی که خود را به تشیع ایشان منتسب می‌کنند به چه طریق این حکایات را قبول می‌کنند و چرا مانند جدشان امیرالمؤمنین نیستند که از استمالت گمراهان و معاندان روی برگردانید و گفت ما کنت متخذ المضلین عضدا، یعنی من هرگز گمراه کنندگان را یار خود قرار ندادم. اما آنچه را که از صادق روایت کردند پس از رؤیت هلال رجب 59 روز بشمار و روزه بدار در آینده، زیرا خداوند سال را 360 روز آفرید و 6 روزی که آسمان و زمین را می آفرید از آن استثناء کرد و این 6 روز در شمار نیستند. اگر این روایت درست باشد مقصود این بوده که در مکان واحد اکثر اوقات این طور است، ولی در همه امکنه و بقاع جهان چنان که در پیش گفتیم این مطلب اطراد و عمومیت ندارد که من نفهمیدم که منظورش چیست اینجا. اگر فهمیدی میتونید. اما تعلیل این 6 روز بدین علت که ذکر شد، یعنی که گفتن 6 روز کمه به خاطر اینکه خدا 6 روز داشت دنیا رو خلق میکرد، بسیار تعلیل رکیکی است که روایت را تکذیب و طعنه به صحت آن می‌زند. در تواریخ خواندن که ابو جعفر محمد ابن سلیمان از طرف منصور حاکم بر کوفه بود. عبدالکریم ابن ابی الاوجا که داعی معن ابن زائده باشد حبس کرد و این مرد مانوی بود و شفیعان او در مدینه السلام زیاد شدند و به منصور اصرار کردند که او را رها کنند. این مدینه السلام پویان همون بغداد میشه دیگه، درسته؟ یا اشتباه میکنم؟ نمیدونم. یه بار من به اسم خود مدینه دیدم ولی فکر کنم مثلا اشتباه میکنم، فکر کنم بغداده، ولی خب همزمان هم 3 روز طول میکشه نامه برسه از بغداد بعید به خود بغداد باشه. حالا بالاخره یک شهری زیاد شدن. منصور به عامل خود نوشت که دست از ابن ابی الاوجا بدار و او را رها کن و عبدالکریم منتظر بود که درباره او مکتوبی از خلیفه برسد و به ابوالجبار گفت که اگر امیر 3 روز کشتن مرا عقب بیاندازد 100,000 درهم خواهم بندگی کرد. ابوالجبار پیام ابن ابی الاوجا را به محمد ابن سلیمان رسانید و محمد ابن سلیمان گفت من او را فراموش کرده بودم و تو به یادم آوردی. چون من از نماز جمعه برگشتم عبدالکریم را به یاد من آورد.
پس از اینکه محمد سلیمان از نماز آدینه برگشت، محمد بن جبار عبدالکریم را یادآوری کرد. محمد بن سلیمان فرمود گردن او را بزنند. همین که عبدالکریم یقین پیدا کرد که کشته خواهد شد، گفت به خدا سوگند یاد می‌کنم که اگر شما مسلمانان مرا کشتید، من 4000 حدیث در دین شما وضع کردم که حرام را در آن حلال و حلال را حرام گردانیدم و شما را روزی که باید روزه بدارید به افطار واداشتم و روزی را که باید افطار کنید به روزه. نوا سلام بر تو. پس به فرموده محمد بن سلیمان گردن او را زدند و پس از اینکه کشته شد نامه منصور رسید. بحثی که ابوریحان در این موضوع با عالمی اسماعیلی کرده است. این تعویل رکیک را که فرقه جدید مرتکب شده‌اند سزاوار ابن ابوالعوجاست. میان من و یکی از علمای این فرقه در خبری که استناد بدان شده گفتگویی و بحثی روی داد. من او را به لوازمی که گفته شد ملتزم کردم. آخرالامر گفت که لغت اینطور اقتضا می‌کند و میان لغت و دین تفاوت بسیار است. یعنی همون بحث قبلی که راجع به چیز گفت، سمول رویتهی و اینا، فکر می‌کنم اگه اشتباه درست متوجه همونو گفت، بحث کردیم. اون گفتش که اصرارش بر اینه که نه، این لغت و لغت و دین لزوما عیناً نباید لغت رو دنبال کنیم. من به او گفتم خدا به تو عافیت عنایت فرماید. آیا خدا و رسول جز به لغتی که متعارف عرب بوده طور دیگری ما را خطاب کردند و میان تو و لغت عرب بیشتر از میان لغت و شریعت تفاوت است؟ بلکه تو خیلی از علم دین دور هستی و به علمای هیئت رجوع کن که همه ایشان تو را در تمام بودن ماه رمضان مخالفت می‌کنند و علمای هیئت بر این گمان نیستند که آفتاب و ماه و فلک ماه رمضان را از میان دیگر ماه‌ها چنان که مسلمانان برای روزه اختصاص دادند امتیاز دهند. یعنی میگه که کائنات برای اون ماه نکته خاصی قائل نیست، مثل بقیه ماه‌ها قابل تشخیص نیست. در این ماه برای اینکه همواره رمضان به یک نهج بماند، فلک و آفتاب و ماه تندتر یا کندتر حرکت کنند. لیکن گفتگو با مردمی که از راه عمد در باطل خیش پافشاری می‌کنند و نادانی را مرکب خود ساختند بیهوده است. چنان که قرآن گوید و ان یروا اکسفا من السماء ساقطا یقول السحاب مرکوما ولو انزلنا علیک کتابا فی القرطاس فلمسوه بأیدیهم لقال الذین کفروا ان هذا الا سحر مبین. اگر آسمانی را که قسمتی از آن فرو می‌ریزد ببینند، خواهند گفت این فقط ابرهای جمع شده است. و اگر کتابی برای تو بر روی کاغذ نازل می‌کردیم و آن را با دست خود لمس می‌کردند، باز هم کسانی که کافر شده‌اند خواهند گفت این چیزی جز جادوی آشکار نیست. این از معنای آیه. من کانتکستشو نمیدونم، همینطوری حدس میزنم احتمالاً به این داستان ربط داره که بهش گفتن به پیامبر گفتن یک معجزه‌ای نشون بده. اونم چون بارها پیامبر در داستان میگه من معجزه‌ای ندارم، اصولا خودش معترف است که من مثل پیامبر قبلی معجزه ندارم و احتمالاً با این جواب داده که گفته اگه معجزه میکردیم حالا شما به راه راست هدایت نمیشدید. اون داستان معجزاتی هم که نمیشه کلا اینا فکر کنم دوباره مثلا در طی همین نوشته‌های رسمی رو نگاه کنیم، بازم احتمالاً برساخته بعدی. خداوند ما را از پیروان حق و حقیقت گرداند و به دست ما باطل را ناچیز کند. اما ترکیب ماه‌های معتضدی به عینه مانند ماه‌های فارسی است، این تقویمی که معتضد عباسی ساخته. ولیکن روزهایی که در ماه فارسی است در شهور معتضد استعمال نمی شود، چه ایامی را که بر سالهای معتضدی لاحق کرده‌اند در هر 4 سال یک روز کبیسه می شود و چه علتی در شهور اهل مصر ذکر کردیم استعمال اسماء روزها متروک شد و کبیسه ماه‌های معتضدی مانند ماه‌های روم و سوریانیان است. اما ماه‌های امم دیگر از هند و چین و تبت و ترک و خزر و حبشه و زنگیان، گرچه نام‌های برخی از این شهور را می‌دانم، ولی منتظرم که فرصتی به دست آورم تا بتوانم کاملا بر آن احاطه کنم، زیرا با این طریقه که من پیش گرفتم سزاوار نیست که شک را با یقین مخلوط کنم و مجهول را با معلوم. این پایان این فصل هست که حالا یه جدولی هم داره که انواع ماه‌های مختلف اسمشون رو گذاشته. اگر سوالی نکته‌ای چیزی دارید بگید، وگرنه من فصل بعد را آغاز کنم. فصل ششم در این است که چگونه پاره‌ای از تواریخ از پاره‌ای دیگر استخراج می شود و در این فصل تواریخ پادشاهان و مدت سلطنت هر یک را با اختلافی که میان مورخان است گفتگو می کنیم.
چون مقصود ما در این کتاب آن است که به کوتاه‌ترین راهی و آشکارترین طریقه ایام پادشاهی ملوک گذشته را به دست آوریم، پس اگر بخواهیم مانند اصحاب زیجات برخی از این تواریخ را از برخی دیگر استخراج کنیم و برای انجام این مقصود اعمال گوناگون به جا آوریم، خیلی بحث ما پهناور خواهد گشت و به تکلیف و تکلف گرفتار خواهیم شد. آنچه با روش من که از آغاز کتاب شروع کردم شباهت دارد این است که میان اوایل تاریخ‌های مستعمل را با روزها که اعداد آن نزد همه امم اختلاف ناپذیر است بیان کنم، زیرا سالیان و شهور چنان که گفته شد مقدارشان مساوی نیست. ما اگرچه در پاره جایهای این کتاب در فنون دیگر نیز وارد شده ایم و مطالبی را نیز در این دفتر گنجانده ایم که ربط و اتصال خود به مقصود خیلی بعید است، ولی این کار را از برای آن نکردیم که سخن به درازا کشد و پرگویی کنیم، بلکه تنها منظور ما این است که چون شخص همواره در یک علم نظر کند خسته می شود، ولی که اگر از فنی به فن دیگر وارد شود مانند این خواهد بود که بر باغ‌های گوناگون قدم گذاشته که هنوز از یکی بیرون نیامده باغ دیگری خود را بدو عرضه دارد. از این روی این شخص میلی تمام پیدا می کند که در این باغستان‌ها ادامه نظر دهد، چنان که گفتن برای هر امر نوینی لذتی است. این هم حرف جالبی است که البته برای مخاطب اون روز خوب درست و منطقیه، ولی امروز ما برعکسیم دیگه. اصولا انسان ها در طی زمان به این استن که باید اتفاقا در یه باغی بسیار بگردیم به جای اینکه بریم توی باغ‌های مختلف و اون تخصصی شدن مطالب و دانش ما از همین میاد. ترتیب جداول در بیان اختلاف یهود و نصارا در تاریخ آدم ابوالبشر و اولاد او. اکنون به گفته اهل کتاب درباره آدم ابوالبشر و پسران او ابتدا کنیم و برای اینکه از نقل گفتار ایشان آسوده شویم و به اختلافی که در این تاریخ با هم دارند به طور آسان احاطه کنیم و میان قول یهود و نصارا جمع نماییم که تا موازی با یکدیگر شوند، این تواریخ را در جدول‌های جای می‌دهیم. هر کس در این سالها تا ولادت ابراهیم تأمل کند خواهد دید که تا چه اندازه میان قول یهود و نصارا خلاف است. اما نسخه‌ای که در نزد یهود است اگرچه بر مقادیر عمر ابراهیم و اسحاق و یعقوب و لاوی و قاهت و موسی، من این کلمه یا اسم این پیامبر چیه شما میدونید؟ قاهت و موسی مشتمل است، ولی معلوم نمی کند که چه اندازه از عمر هر یک از ایشان گذشته بود تا اولادی از ایشان متولد شد. فقط طوری ناطق است که از ابراهیم اسحاق متولد شد و 100 سال در آن وقت از عمر ابراهیم گذشته بود و 57 سال پس از تولد اسحاق ابراهیم زیست کرد و 60 سال که از عمر اسحاق گذشت یعقوب از او متولد شد و یعقوب که با فرزندان خیش وارد مصر شد 130 سال از عمر او گذشته بود و 17 سال هم در مصر زیست کرده. پس به گفته یهود مدت اقامت بنی اسرائیل در حدود 210 سال بود و باز مطابق قول یهود فاصله از ولادت ابراهیم تا ولادت موسی 420 سال بوده و موسی وقتی که 80 سال از عمرش گذشته یهود را از مصر بیرون آورد. ولی آنچه از سفر ثانی تورات استنباط می شود آن است که آنچه بنی اسرائیل در مصر ماندن 430 سال بود و اگر از بنی اسرائیل علت این اختلاف را بپرسیم میگویند که مبدأ این تاریخ از روزی شروع می شود که خدا با ابراهیم میثاق بست، اون کاوننت، عهد در واقع، و به ابراهیم وعده داد که او را برای شعوبی بسیار پدر خواهد گردانید و زمین کنعان را به پسران او خواهد بخشید. پس از این اختلاف دیگری در سالها از جهت نسخه های سگانه تورات موجود و به جای خود محفوظ است. پس این هم داستانش. جدولی که حالا ازش رد شدیم و دیگه توضیحش نمیشه داد خیلی، ببینیم ته جدول لابی، آره لابی، نمیدونم چجوری خونده چه لابی لیوایه، یعنی لیوایه، فهمیدم عربیش، ولی این فارسی ببین این سه مدل اگه که بخوای به زبان انگلیسی لاتین الانی بگین، لاتینی که انگلیسی فرستاده میکنه میشه لوین، ولی خب لیوای هم خونده میشه. فهمیدم. مرسی. این لویاتان از این میاد، از این اسم میاد بنظر ممکنه. جالب. مرسی. این جدول هم ببینید، آخر جدول ردیف آخر یه 3180 خورده یه جایی، 1980 خورده یه جای دیگه که این اختلاف یهودی‌ها و مسیحی هست. در واقع میگه اینا یه تو 3000 سال 1200 تا اختلاف دارن.
که میخواد بگه چقدر مغشوشه در واقع داستان. و از اموری که به طور آشکار دلالت می‌کند که بنی اسرائیل به امر تاریخ اعتنایی نداشتند این است که یهود متفقند که از خروجشان از مصر تا قیام اسکندر 1000 سال تمام بود که به عبور تصحیح شده بود و هر وقت بخواهند سالهای دیگری را استخراج کنند یگانه تکیه‌گاه ایشان به این تاریخ است. و چون ما از کتب دیگری که پس از تورات است سالهای حکومت هر یک از اشخاصی را که پس از موسی بن عمران بودن جمع کنیم تا بنای دوم بیت المقدس از 1000 سال خیلی زیادتر خواهد شد به اندازه‌ای که این مقدار مسامحه درباره تاریخ جایز نیست. و اگر از 1000 سال کمتر بود این احتمال میرفت که میان دو شخص مدتی مهمل مانده بود ولی زیاده را نمیشود احتمالی داد. زیرا بنی اسرائیل پس از سلیمان دو فرقه شدند یکی سبط یهودا و بنیامین که اولاد سلیمان بر ایشان حکومت یافت. فرقه دوم اسباط دهگانه که ایشان را یوربعم غلام رهبعم ابن سلیمان حکومت کرد و بنابر آنچه ما در اعیاد یهود خواهیم گفت ایشان را گمراه کرد و پس از او اولاد او حکم فرمایی بر یهود شدند و میان این دو فرقه جنگ‌های روی داد. اون تاریخی هم که گفتش 1000 سال در واقع از زمان خروج بنی اسرائیل تا قیام اسکندر یا فتحی که اسکندر کرد. اتفاقا یه بارم عقب‌تر گفت جنس اتفاق این بود که اینا میخواستن اسکندر و حالا عقابش میخواستن در واقع تاریخ خودشون رو به زور بر یهود غالب کنن. اینا نیاز به حدیثی داشتن یا یه حدیثی از قبل داشتن که اگر 1000 سال بگذره میشه یه تقویم جدید استفاده کرد. در نتیجه احتمال از این جنس بوده که با این توجیه رو چسبوندن به اون اتفاقی که بالاخره به زور بهشون تحمیل شده و اونو گرفتن 1000 برای اینکه خراب نشه اون پیشگویی یا چنان پیش بینی شد. جدول اسامی اشخاصی که بر یهود از زمان خروج از مصر تا ساختمان بیت المقدس حکومت کردند. جدول ذیل سالهای اشخاصی است که چون بنی اسرائیل از مصر بیرون آمدند و به سوی بحر قلزم رفتند که تا از آنجا بگذرند و در تیه روند و تیه بیابانی است در حجاز به طور انحراف. بنابر آنچه در کتاب اخبار ایشان ذکر شد بر ایشان حکومت کردند. این تیه رو من سرچ کردم. حالا اون چیزی که چت جی پی تی گفت یه جایی در خود همون اطراف اردن و اسرائیل هست. حالا نمیدونم اینجا ولی ابوریحان معتقده یه جایی در حجاز که حالا میشود مفصل زمان مهرزاد بود راجبش بحث کرد. چیزای پارالل های دیگری هم وجود داره که در جای دیگری بوده و حالا بعداً در تفسیر و حدیث به زور در حجاز گذاشته شده. اینم ممکن از اون جنس باشه. ایشان را کتابی است که سیدر اولام گویند و تفسیر این کلمه سالهای عالم است و این کتاب سالهای مدبرین و حکام بر یهود را از تورات کمتر دانسته و در برخی سالیان به گفته اولی ایشان نزدیک شده و ما آنچه که در هر دو نوع از کتاب ایشان است در این جدول ذکر می‌کنیم. که حالا این هم دو تا تاریخ در واقع جدول با دو تاریخ نگاری مختلف رو ابوریحان گذاشته کنار همون. اختلافش هم کمه یعنی 100 سال حتی تقریبا 130 سال. آری در قومی چون بنی اسرائیل که چندین مرتبه در ایشان قتل واقع شده و به اسارت برده شدند دور نیست که چنین اختلافات روی دهد و بهتر این است که این بحث ها را کنار بگذارند و به کار دیگری مشغول شوند تا آنکه بامداد رستاخیز رسد. بسیار عصبانی است آقای ابوریحان. ولایات و ریاست‌ها در سبط واحدی نبود و پس از مرگ سلیمان ابن داوود حکومت منشعب شد و قسمتی از حکومت برای سبط یهودا و بنیامین ماند. قسمت دیگر هم به سایر بنی اسرائیل رسید. دیگر اینکه یهود در ترتیب سیاست و نظم ملک طوری نبود که به اوقات قیام هر یک از ملوک و پیشوایان احتیاج داشته باشند و ایام پادشاهی او را جز به حساب جلیل تدوین نکردند. یعنی از اعشار چشم‌پوشی کرده به زیرنویس. یعنی کلا حساب کتابشون خیلی روند شده بوده واسه این اختلاف ایجاد میکنه. با اینکه برخی از یهود بر این گمانند که کوشان پادشاه جزیره که از آل لوط بود پس از یوشع بر ایشان غلبه یافت و 8 سال ایشان را مخور داشت و پس از او اسینال قیام کرد و برخی از ایشان ریاست اسینال را بیشتر از برخی دیگر گفتند. بسا اتفاق میافتد که میگویند فلان کس چند سال حکومت کرد و جمعی دیگر میگویند که کمتر از این مقدار بوده و این مدت مقدار عمر او بوده
و یا چون دو نفر در یک مدت مذکوری به طور اشتراک با هم ریاست داشتند، از مقدار گفته شده مراد این خواهد بود. آنچه از کتاب سیدراولام فهمیده می شود اگرچه مجملاً با آنچه گفتیم موافقت دارد، ولی در تفصیل یعنی در وقت نخستین امارت بنی اسرائیل اختلاف دارد، گذشته از اینکه در دیگر احوال که ما نقل کرده ایم نیز اختلاف دارد. انتقاد دهریان از اقوالی که مربوط به طول عمر گذشتگان است. اینجا یه بحث کوچکی میکنه راجع به این که یه گروهی یعنی دیگه که میگن مثلا چه فلانی اگه در کتاب بنی اسرائیل داریم که 200 سال عمر کرده، 150 سال عمر کرده، چرا 20 متر قدشه، یه عده معتقدن خب این حرف الکی و دروغی نیست. ابو ریحان موافقه نه، تو حرف راستی میتونه باشه، یعنی دلیل نمیشه که واقعی نباشه، احتمال وجود داره میشه. که به نظر میاد که دوباره از قضا اینجا از همون جنس چیز دیگه، تعصبی است که به دین و اون خب نظرش به نظر یهود و نصارا بالاخره نزدیک‌تره، که با اکتشافات جدید هم نمیخونه. مثلا ما این همه هوموساپین و اینا همه رو دیدیم، خب همه اونا هم قد ما و احتمالاً هم عمر ما بودن و احتمالاً همه اون داستان‌ها افسانه بوده. برخی از نادانهای دهریه آنچه را که از طول عمر امم گذشته ذکر کردند، به خصوص آنچه را که پیش از زمان ابراهیم بوده انکار کردند. یعنی در واقع اینا که پشت میده درست میگن. و اینکه گفتند آنها دارای اجسادی بسیار عظیم بودند، این اخبار را نیز قبول ننمودند و به مقیاس به مردمی که در عصر خود میبینند طول عمر و عظمت جثه گذشتگان را بیرون از دایره امکان و داخل در ممتنعات دانستند. و آرای علمای نجوم را که به گفته خود دلیل آوردند که ایشان راجع به کسر عطیه کواکب در موالید چنین گفتند: هنگامی که خورشید در موالید هیلاج و کدخدا باشد، یعنی در خانه و یا در شرف خود باشد و در وقت و ربع مذکر باشد، آن وقت سالهای کبرای خود را که 120 سال باشد عطا می کند. اینا دارن یه حساب کتابای عجیبی میکنن، دارن میگن که آقا انسان حالا بحث میگه کی به دنیا میاد و کی مثلا چه اتفاقی براش جوونیش کجا میفته و اینا یه سری ستاره هم تو آسمون داریم سیار دارن که دوباره، یعنی حرف اولشون درسته ولی حرف بعدیشون چرته. حرف اول که نمیشه از یه حدی بیشتر بود و درست میگن، ولی اینکه این حد کجاست رو دارن با یه فرمول عجیب غریب من درآوردی حساب میکنن. یعنی میگن آقا مثلا چه اگه مشتری در فلان حالت باشه 20 سال میاد به عمر یارو، اگه ماه تو اون حالت موقعی به دنیا اومدن بود 10 سال هم اینجا داریم. اینا رو جمع می‌ذارن میگن آخرش مثلا 200 سال بیشتر نمیشه، بالا این دیگه چرته. و ماه هم 25 سال بران میافزاید و زهره 18 سال و مشتری 12 سال و سالهای موهوبه به هر یک از این ستارگان سالیان صغرا خواهد بود، چه بیشتر از این توانا نیستند که ببخشند، به شرطی که نظر موافق داشته باشند و 2 نحس از آن ساقط باشد که نتوانند چیزی کم کنند. و رأس نیز در برج است و دور از آن، به طوری که در حدود کسوف نیز نباشد. و چون همه این شرایط جمع شد، ماه ربع عطیه خود را نیز بر مولود می‌افزاید که 30 سال باشه. یعنی اگه گفت چیزه یک کمبو هم میخوره، اگه مثلا 5 تا کارت بگیری یک کارت مستر میگیری که 30 تا دیگه هم میاد روش. پس روی هم رفته عمر مولود 205 سال میشود و آن منتهای مقداری است که عمر یک نفر انسان خواهد بود اگر قاطعی نداشته باشد. و چون قوام جهان به آفتاب است و 120 سال سالیان کبرای آن است، پس عمر طبیعی 110 سال خواهد بود. اینم دیگه منم نفهمیدم. این فرقه به سود خود حکمی ساختند و لو اتبع الحق اهواءهم لفسدت السماوات والارض. میگه اگر حق مطابق میل و هوس آنها بود، آسمان ها و زمین و هر چیزی که در آنهاست فاسد میشد. و عقیده خود را برخلاف آنچه منجمان گفتند بنا نمودند. پس اینم نظر اینها بود. رد آراء دهریان و طول عمر گذشتگان. حالا نظر ابو ریحان: منجمان میگویند که برای این کواکب سالیان عظیمی است که در کتب خود گفتند که در بروج آتشین 1000 سال میبخشد، به شرط آنکه تدبیر در آن بروج در دست کواکب علوا باشد. و سالیانی را که آفتاب و زهره میبخشند از عمر اشخاص گذشته خیلی زیادتر خواهد بود. انشاءالله که استاد منجمان است و در احکام نجوم به گفته او خیلی بخشید. این ماشاءالله که آدمی است. این ماشاءالله است که استاد منجمان است و در احکام نجوم به گفته او خیلی وثوق دارند و تقدم او را منکر نیستند.
و ماشاءالله بر این گمان شده که ممکن است آدمی سالهای قران اوسط را اگر میلاد در تحویل قران از مثلثه‌ای به مثلثه دیگر باشد و طالع هم در یکی از دو خانه زحل مشتری باشد و هیلاج نیز در آفتاب در روز باشد و ماه در شب در منتهای قوت خود زندگی کند و نیز اگر میلاد شخصی در تحویل قران به حمل و مثلثات آن باشد و شرایط پیشین نیز جمع باشد، مولود سالهای قران اعظم را که تقریبا 960 سال است زندگی کند تا آنکه قران از نو به وضع پیش خورد برگردد. دانشمند نامبرده مطلب را در آغاز کتاب خویش در موالید یادآوری نموده. پس استدلال این قوم به اطیات کواکب درست نیامد و به عکس گفته ایشان منجر شد. یعنی گفت آقا یکی از همینا که این آقای ماشاءالله همین حساب کتاب رو ضرب تقسیم کرد، یه چیز دیگه در اومده است. مرا در این سالها که به هر یک از کواکب نسبت میدهند با منجمانی که این اقوال را به کار می‌بندند در کتاب التنبیه علی الصناعة التنویه گفتگویی است در کتاب شموس و شافیة للنفوس بیان کردند که طریقه اولا در استعمال آن سالها کدام است و مشاهده مردم معاصر و قیاس گذشتگان را به حاضران طول عمر و بزرگی اندام اشخاص گذشته را از حد امکان بیرون نمی کند و امثال این قضایا که در دوره زمان روی می‌دهد چندین قسم است. یکی آن است که باید در اوقاتی معلوم روی دهد که به طور تعاقب در این اوقات صورت خارجی می‌پذیرد و چون شخص این امور را در همان زمان که ظرف خارجی آن است نبینند آن را مستبعد خواهند دانست، یعنی بعید، و گاه می شود که به کلی امکان آن را منکر می شود و جمیع اکوان از تناسل حیوان و تلاقح اشجار و بروز زراعات و میوه ها داخل در این بخشند. اگر انسان حالات آنها را نداند سپس به یک درختی برسد که اوراق آن ریخته شده و به او بگویند که این درخت در آتیه سبز خواهد شد و شکوفه و میوه خواهد داد تا هنگامی که نبیند به نظر او بعید خواهد رسید. و علت این که مردم بلاد شمال از ثبات نخل و زیتون و آس و امثال آن که همواره در زمستان نیز تر و تازه تعجب می‌کنند همین است که مانند آن را در دیار خود ندیدند. یعنی خلاصه حرفش این بود که اینا چون ندیدن فکر می‌کنن پس امکان نداره. مثل شما که اگه بری اولین بار در زندگی درختی در زمستون ببینی بعد بگن این سبز میشه میگی امکان نداره، میگه اصطلاح اینا میناست. که این اصطلاح درست نیست، یعنی میگه امکانش وجود داره ولی اینکه از اینکه امکانش وجود داره به اینکه اون اخبار درستن خب نمیشه رسید دیگه. بخش دیگر اشیایی است که به طور غیر منظم در روزگار واقع میشد ولی که به طور اتفاق و چون زمانی را که ظرف آن بود منقضی شد جز خبری از آن باقی نخواهد ماند و اگر این قبیل اخبار با شرایط صحت خبر توأم گردد و پیش از وقوع هم داخل در حد امکان باشد البته چاره جز قبول آن نخواهد بود اگرچه کیفیت و طرز علت آن شناخته نشود. بخش دیگر اشیایی است که به حالت سابق است، یعنی برای وقوع آن دوری و ترتیبی منظم نیست و چون ماه از نظمی که نوعی بر آن جاری بوده خارج شد این قبیل اشیا را غلط طبیعت می‌نامند یا غلط طبیعت می‌نامند. اگرچه من با این نامگذاری موافق نیستم و نام آن را خروج ماده از اعتدال قدر و اندازه می‌گذارم. مانند حیواناتی که دارای اعضای زائده هستند و چون طبیعت که به حفظ انواع موکل است و باید آن را همواره به یک نهج نگاه دارد ماده زائده یافت آن را صورت می‌پوشاند و مهمل نمی‌گذارد. در حیوانات ناقص الاعضا چون طبیعت ماده نفی یابد که صورت نوعی را بر آن بپوشاند با نقصان عضو صورتی بر این حیوان می‌بخشد و بر حسب طاقت و استعداد نفسی بر آن عطا و افاضه می‌نماید. یعنی خیلی حرف خاصی نزد دوره، گفتش که طبیعت اینطوریه دیگه، بعضی وقتا می‌بینی بالاخره یه چیزایی با هم جابجا میشه و یه حالت استثنایی پیش میاد و طبیعت اینطوری نیست که استثنا رو رها کنه به زور نگه داره همون حالت عادی رو، بالاخره مثل یه حیوانی که یه عضو اضافه بهش میچسبونه. و با این اصطلاح گفت که ناممکن نیست، ولی خب ایراد بدیهی اصطلاح همچنان اینه که اگر چیزی ممکن است به این معنی نیست که حتما اتفاق افتاده و دیگرانی که گفتن اون شکلی حتما درست گفتن. ممکن است چیزی احتمالش وجود داشته باشه ولی این احتمال بسیار کم باشه و ما باید احتمال رو نادیده بگیریم. من فکر می‌کنم تا همینجا بس دیگه همه لشکرم شکست خود جز نوا که مرسی اومدی و در واقع آخرین نفری. سوالی چیزی داری؟ اگر من خوشحال میشم که جواب بدم. فقط یه چیزی که هست اون ماشاءالله اون خطابی تحقیری بود در واقع.
جدا من خیلی خیلی آره این مدلی که رسمی خطابی تعجب کردم چه اسم عجیبی داره. خطابی بود که گفته بود مثلا آره فلانی. این ماشاءالله استادشونه. آخه در ادامه گفت و ماشاءالله بر این گمان شده، یعنی یه بار دیگه هم گفت از روی فکر کردم که حتما اسمشه. یعنی گفت این ماشاءالله استاد منجمان است. میگه نمیاد اسم خالی رو بگه، مگه اینکه مثلا بگی فلانه نه فلانی. آره به حرف احتمالا درسته از منه، ولی خود من از این به این شک افتادم که بعد در ادامه گفته که ماشاءالله اینو گفته دیگه خیلی چیز کرد. ولی آره مرسی. تصحیح جای دیگری مگه ایرادی هست بگو که اگر بعدا عالی بود بدونه که آره مرسی. خیلی خوب. سالتون مبارک. حالا پرانتز عیدت مبارک. امیدوارم که سال خوب و خوشحال باشی.